مثلا خوشی نجمیدین یعقوب جانویچ 2010 سال راسته و آخران بود رفتگی بود. بعد از همین یک سال دو سال ما وای کردی علاقه بودیم، علاقه میکردیم، گازونا میکردیم. سونی بعد از وای بچه‌ش زنش کردی، بچه‌ش دوتا بچه‌ش وای کرد که فرسون تو ما اینجا نکن، زندگی کردن نمیتونم. گفته همین خیر کرد. ما سونی وای 2011 سال اکتبر رانده بچه‌ش کردی فرستاد هم. سونی با یک سال با گشتگی بود رسیانده. 12 سال سونی آخری سال آخرانده علاقه نشد. بعد از همین ما نمیدونیم گوجانده ما چه شدگی ما وسنش نمیدونیم. من 7 سال 8 سال نمیدونستیم تا همین چاقه علاقه نبود. بچه‌ام من این و تربیت نکردگی بودم. برای چی من دادم من خودم این خیلی و هیچ ویم ماه نبود. هیچ همین کالخوز با کار میکردم. ماهایم زندگی ما همین کالخوز کتی گذشتگی بود. بچه‌ام خوانندگی من دوتاش خوانندگی من دوتاش خوانندگی ویم خوانندگی بچه بود. حربی رفتگی بچه بود. خوب بچه بود. نمیدونم که این چیزی شده همین خیلی راه وای شده برفت. من هیچم ویم بن وای کدام نمیتونم که من بچه‌م همین خیر شدگی گفته. من این حیران شده ماندگی مانده. خیالم بن نمیاد خیلی وای بچه‌ها همین خیلی ناز بچه‌ها همین خیر شده میبرود. من هیچ خیالم به آمده نمیتونم ده وای کده نمیتونم. ما این خیلی تربیت کردگی ما نبود بچه‌ها ما. خطاب من برای جوان‌هایی که از وطن دور هستند، خاصتا در فدراسیون روسیه به مهنت رفتن، برای آنها میگویم که به مهنت رفتن مهنت کنند. به مهنت رفتن به گپ‌های درون ناخنک دوست‌هایی که در سفر از هر خیل ملت، صاحبان هر خیل ملت، اول بیا نماز گذاریم، بعداً بیا هجرت کنیم و بعداً بیا جهاد رویم. گفتگی بچه‌ها به احتیاط شوند. معنای جهاد کلمه عربی بوده، معناش کوشش و غیرت کردن است. وطن خویش یک برچی کنجی وطن خویش آباد کردن است. یک راه آباد کردن است. مکتب را آباد و آزاد کردن است. بنگاه طبی آباد کردن است. جهاد را ما برای جوانها خوب فهمانیدن ما در کار که جهاد رفته خودشانه غور مرگ در دولت‌های عربی، در دولت‌های جنگ زده عربی، خاصتا دولت‌های عراق و شام و سوریه و افغانستان و دیگر دولت‌های جنگ زده که ما از آینه تلویزیون نیلگون مشاهده می‌کنیم که فلان دولت به ترکیش شده است، در نتیجه فلان عدد مسلمان‌ها بندگی کرده است. این جهاد مسلمان کشی نیست دوستا. البته جهاد به خدمت پدر و مادر قائم بودن است. دام کشم چی شد؟ نمی‌فهمم چی شد. دام برفون پدر رفته بود. من نفهمیدم نتیجه مدگیشانه. دام تو بعد مهره چی؟ من با یک دخترک چی بود؟ اپیراسیون خانه بود و قوم اپیراسیون کردن. بعد چی بود؟ زندان بود. زیاد زنکا بود. همش قریب زنک بود. مشتگی ما. وقتی که ما از کودکانی که مثلا در شهر یا که در جمهور میگذرانیم، آنها ابرز خودشان را در کاغذ میکشند، یعنی که مادر خود را، پدر خود را، ماشین خود را، مقصد خود را، چیزی را دوست می‌دارند.
وقتی که اون کودکی که از افغانستان بیرون آمدن ما از وی تست گرفتیم معلوم گردید که وی غیر از سلاح و غیر از جنگ غیر از تانک دیگر یگون چیز تصور کرده نمیتونه. یعنی که مهنت، دوست داشتن، زندگی کردن، پیش بردن نیست. و معلوم گشت که ما با همون کودک سوال دادیم که تو در جمهوری ما خوبتر است یکی در اون جایی که تو تا میروزه به وای رسیده. البته قید کرد که اینجا بهتر است. مثلا مثال کدام میگوید که اینجا به حد زیبا است، میوه هاش به مزه است، یعنی که انسان در اینجا زندگی میکنه. وقتی که سوال دادیم که در اونجا میگوید که ما فقط هر روز از خدا التجا میگیریم که نموریم. کوشش آنها فقط که زنده موندن، مبارزه با حیات خود. کودکان را با تریتوری جنگ میبرند، یعنی که تفکر آنها کلا انکشاف مییابد. یعنی که جای وطن دوستی، دوست داشتن مادر به تنها جنگ رو میبینند، تنها خون رو میبینند، تنها ترکش رو میبینند، سلاح ها رو میبینند و غیره. یعنی که جایی که زندگی خود دوست داشتن و هر روز کوشش میکنند زنده مانند، یعنی که برای همون حرکت میکنند که مبارزه برند، جنگ برند. تفکر آنها فقط که در واسطه جنگ انکشاف می‌یابد. یک روز شب ساعت 2 امیخل بیرون آواز автомат شد تیرپرانه. من پرده بینم که اوج محاصرت کرده آمدگی امریکن ساقط افغانا، همین اردوهای عسکری افغانا. دیگه من اینا بیدار کرده خیلی بین گفتم بینیم که همین دولت آمدگی گرفتنی. بعد ما چی کردیم؟ او خامسایه همین خطیم آمدگی خواهر شوهرش دیگه خانه همینده گذاشتیم. همه کسش تیم شوهر او گفت که بیاین تسلیم میشیم برای مگر چی کند. ما اگر بگیرد ما گردم تاجیکستان تسلیم میکنم میریم وطن ما میریم، تسلیم میشیم وطن ده میریم. گفت همه خود معقل شد. ما همینجا 3 تا اولاد زندگان میکردیم. ما پایینده 2 تا همسایه بودیم، بالا ما یک تا دیگه همین سرفشنگ عبدالولی بود. بعد همیخل شدیم تیر بارخل همیخل میکروفون که اعلان کردن که بیرون ببراین مثلا تسلیم شوین. گفته ما همین تیرا زیاد زدن شروع شد که ما گفتیم کم آرام شود. بعد کودکان برایم گفته خیلی کم چی شد برآمدیم. همینجا 2-3 بار تیر پرانی شد ما نفهمیدیم. دیگه بیرون برآمدیم خیلی پدری همه کسا برآمدیم. سوال جواب کرده پرسیدن که شما چند عائله بودین اینجا؟ من گفتم ما 3 عائله زندگان میکنیم. اینا گفتن که یک عائله کنه. من گفتم ما 2 عائله پایینده بودیم، ما اینا دی ندیده که من امروز ندیدم. خیلی رفتم ببینم چی میکنیم. گفتم من راضی که من نگرفتم همینجا میریم قشت خانه. گفتم یکم سال دورتر برآورده بده خانم. خیلی قطعا همین امریکا اردوها من چی ما گرفته برای همسایه ما فریاد کردن. واپس آمده ای بیرون فریاد کرده آمدم خانه هم داخل نشدم. همین ای تگ درده همین عبدالمنان گفته که برادر چی همین مردش دیدم که همین خورفته است. رفته خیلی چی کرده دیدم که وجود وفات کرده بوده است. دیگه این خانهش درم بوده. دیگه در خانه بعد درام گفته پرده میکشم. گفتم او زن زنده بوده است. گفت که من نامم گرفته که پرده در نکشا، اگر کشای موضوع همین بمب گرانتای تیار کردگی چی میکنیم؟ سر میدیم خدا مایه یا اگر توی هم خواهی بیا پیش ما. گفت نه من همینجا ثانی یک چند دقیقه ماندم. گفتم که اپا این خل نکنه زن کودک نداره برای اینا طلب کرده است هیچ کار نمیکرده. میخوام گفتم گفت که پیچ چی من میشه هرما کشتم من دیگه حیات دنیا در کار نیست. من همینجا به فدای انفجار چی میکنم خودم سر میدم.
خیلی منم های علم نخوندگی خیلی علم شدگی فهمیدگم من اساسی گفتم که خودکشی گناه کبیره خودکشی حرام میمرد گودکای خونش به جواب میده خیلی نکن خیلی چقدر گپ زدم من قریب 20 minut قطعش بعد آواز گودکاش میبرم امی یک خانه می برچکش ونده پرده کردگی در نیم امی ونده ده 4 کودکش امی مادرش خودش عروجه چی کرده می کفاندم تیار شده سادگی بود همینجا دست اونی گودکاش گیره کرد که من خالم به بچه میشم دختر میشم میبرم مادر میرم گفتم من گفتم گودکاتان خواسته است خودت اگر نبرامدید گودکاتان تید من میگیرم مادر میکنم نگاه میکنم وقتی که من تاجیکستان رفتم چی شدم به پدر مادر خودتان تحصیل میکنم میسپرم گفتم بعد دخترچش برام گفت اجازه ندادن بعد بچهش یک بلال همین پیش ما آمده است همین بلال گفت که من میرم گفت بسیار گریه کرد من بیا گفتم مادرش گفت بلال برق حالت بچه‌شه بعد همین سبب شدم که یک بلال برآمد پشتم آمدگی امریکان‌ها اینا دیدن و اینا آمده است گفته همش به خانه هجوم کرده ای من یک طرف کرده در آمدنی بود که ای درون و اپا پسلی زدن سانی چند تیر زدن دیوالده که من از آمده میگیرد گفته خودشون پسلی زدن اونا شبهرشون پسلی تشه میگیرن شد دیگه بعد مردن گرفتگی بده هم مثلشه بعد منم یک چیز ساده بودم گفتن که همین دیگه همین که گم نزیم بلال برآمده ای من راز شب همه تا راز شب میخواد گفتن گم 3 بار همین بامبا کافت من همین تگی در به بچهش بلال من همین 2 کودک من آوردگی همش گرفته برف امریکانسایم دیگه من خانه در آمدن دل نکردم وجود دود سیاه همین همه چیز برآمده خانه دیده نمیشه خیلی منم دیگه برآمدگی جامو برفتم من پدرم مادرم که از روسیه افغانستان برفتیم همینجا به زندگی میکردیم ثانی اونجا با جنگ شد پدر مادرم ثانی ما گم کردم یا خودم ماندم ثانی پشتا من گرفت ثانی یک دن زنی تاجیک بود همون من گرفت همون گتی زندگی کرده بودیم ثانی چی در افغانستان ما زندانی شدیم در اونجا یک سال 6 بعد از ثانی ما تاجیکستان آمد من پیش ما آمد